اگه عاشق شکلاتی این ویدیو رو از دست نده. همراه من باش به طرز تهیه یک کیک فوق‌العاده بدون تخم مرغ، بدون میکسر، بدون آون. 240 میلی لیتر شیر، 1/2 قاشق چایخوری نمک، 1/2 قاشق غذاخوری پودر قهوه فوری، 110 گرم شکر دانه درشت، 100 میلی لیتر روغن رو مخلوط کن. یک دست که شد 140 گرم آردنول، 60 گرم پودر کاکائو، 1 قاشق چایخوری بیکینگ پودر، 1 قاشق چایخوری جوش شیرین رو اضافه کن. یک دست که شد توی قالب بریز، به مدت 30 دقیقه بره رو بخار آب. یادت نره در قابلمت حتما دم کنی بذاری. برای تهیه گاناش 1 قاشق چایخوری پودر ژلاتین، 250 گرم شیر گرم رو مخلوط کن. بره رو حرارت ملایم. یک دست که شد 250 گرم شکلات دارک و 1/2 قاشق غذاخوری کره اضافه کن. توی این فاصله کیکت آماده شده. گاناشت رو روی کیک بریز، بذار خنک بشه و بعد بره توی یخچال. مطمئنم از خوردن این کیک سیر نمیشی. نوش جون.